قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الأخيار أجمعين وبعد. سوال میگه چرا وقتی که انسان گناه میکند بعد از اتمام گناه احساس پشیمانی میکند؟ اینجا جای تعجب نیست. اگر کسی گناه بکند و بعد از گناه پشیمان بشود، این جای سوال نیست و جای تعجب نیست. جای سوال و تعجب اونجاست که انسان گناه بکند و بعد پشیمان نشود. این باید سوال بکنیم که چرا انسان گناه بکند و بعد از اون هم هیچ پشیمانی به او راه ندهد. اون سوال است. زیرا انسان مؤمن گناه برای او یک آلودگی است، یک پدیده تازه‌ای است و غیر طبیعی. 100% انسان در برابر مسائل و پدیده‌های غیر طبیعی خود به خود یک واکنش و همچنین عکس العمل خاصی نشون می‌دهد. سوال مثل این میمونه که اگر انسان در برابر گناه پشیمان نشود، مثل این میمونه که انسان آلودگی بر بدنش باشد اما به اون آلودگی، به اون نجاست و به بوی منتن و کریه اون احساس نکنه. اینجا سوال پیش میاد که چرا در حالی که نجاست و آلودگی بر بدن انسان هست اما نه بوی اون احساس میکند و نه رنگش و نه وجود اون آلودگی و نجاست. اونجا جای تعجب و جای سوال است. اما یک انسانی که پاک است اگر یه وقتی بدن و لباسش آلوده شد، آلودگی رو رفع میکند، نمیگذارد که آلودگی بمونه. این جای تعجب و جای سوال نیست. و الا اگر انسان مؤمن گناه بکند و بعد از گناه پشیمان نشود، این علامت بسیار خطرناکی است در انسان که باید این احساس که پشیمان نمی شود، حسرت نمی خورد، باید در خودش علاج و درمان بکند و اگر نه زود است که از پا در خواهد اومد. پس شبانه روز قدر این نعمت رو برای قدردانی از این نعمت شکرگزار خدا باشید. اون کسی که گناهکار است یا گناه میکند بعد پشیمان میشود، خود پشیمانی نشانه است و نتیجه است از اون ایمان و از اون نور ایمانی که هنوز در قلب و دل و درون و سینه انسان مونده. اگر ایمان نباشد در برابر نگناه، انواع گناه ها، معصیت ها، جرم و جنایت ها خم به ابرو نمیاره و تعصب هم نمیخوره. اون کسی است که دیگه دل او مرده و قلب او در غلاف و لایه‌ای از ظلمات و تاریکی های غفلت قرار گرفته که این غلاف و پرده وقتی برداشته می شود که انسان حقایق رو ببیند، اونجایی که دیگه انسان نمیتواند در خواب غفلت فرو برود، زیرا حقایق به دیده های خودش میبیند. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. این در روز قیامته که این گونه پرده های غلیظ غفلت برداشته می شود در روز قیامت. به راستی تو در غفلت بودید از اون چه که در این میدان محشر می بینید، اون صحنه های وحشتناکی که مشاهده می کنید، تو غافل از اون بودید. اما ما پرده های غفلت رو الان برداشته ایم. چشمان تو خوب تیزبین است. مگر می شود که انسان حقایق رو ببیند، عالمی دیگر ببیند، بهشت و دوزخ مشاهده بکند بعد به خود نیاد؟ بس وای به روزگار اون کسی که گناه بکند بعد پشیمان نشود. و اگر پشیمان می شود، این در نتیجه ایمان هست که هنوز ایمانی برای تو مونده که تو نادم می شوید و حسرت می خورید. و الا اگر انسان در برابر گناه ها پشیمان نشود، اصرار بر گناه بکند، گناه بعد از گناه لکه های سیاهی در قلب انسان نقش می بندد تا قلب انسان سیاه می شود، وارونه می شود و حقایق رو نمی تواند تشخیص بدهد. و اگر غرق در گناه بشود، لحظه ای احساس نخواهد کرد. این دل مرده است، مثل آدم مرده. آدمی که مرده پوست از کلش بکن هیچ
هیچ حرکتی از خودش نشون نمیده. اما آدمی که زنده هست، بیدار است، اگر نوک سوزنی سر سوزن و خاری بر بدنش ببرید فوراً حرکت میکنه، بیداره، به خود میاد. گناه هم به همین صورته. اگر زنده ای، دل تو با نور خدا، محبت خدا و یاد خدا و یاد قیامت زنده هست، همین که گناه کردید گویا سر سوزنی، بلکه چیزی با نوکدار و نوک تیز به بدن تو زدن که به خود میایی. اما اگر مرده، روشن نیست، تاریک است، یاد خدا در اون نیست، اگر پوست از کلت بکنن، سر تا سر زندگیت گناه باشه، جرم و جنایت باشه، شاید افتخار به گناه هم بکنه. در این زمینه روایتی هست که هر انسان مؤمن باید هر چه زودتر در صدد علاج و درمان بیاد. علاج و درمان قلب، اصرار نکردن بر گناه، پشیمان شدن، توبه کردن، برگشت به سوی خدا، اینها جزء علاج درمان هایی است که پرده و غلاف و سیاهی دل رو میزداید و پاک میکند. رسول الله میفرمایند علیه الصلوة و السلام: ان الفتن تعرض على القلوب كعرض حصير عودا عودا. فتنه ها عرضه می شود بر دل از طرف ابلیس، شیطان ها، گناه ها، معصیت ها عرضه می شود، اما یک دفعه عرضه نمیشه، مانند حصیر، یک تار یک تار، یک بند یک بند، یک گناه، امروز یک گناه، فردا گناهی دیگر، به همین صورت پی در پی گناه ها رو عرضه می کند. اگر پذیرفتید فأي قلب انكرها نكتت فيه نكتة بيضاء وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى تعود القلوب قلبين. هر دلی که زمزمه های ابلیس، گناه ها، معصیت ها رو نپذیرد، بگه این گناهه، من نمیپذیرم، اگر قدمش لغزید به خود میاد، نکته سفیدی در دلش میافتد، نکته ایمان، نور خدا، ترس خدا و ذکر خدا در قلبش نقش میبندد و اگر اون رو پذیرفت، گرفت از اون گناه و فتنه و معصیت، نقطه سیاه میفته، دل باطنی و درونی انسان سیاه می شود، لکه میگیرد، همون گونه که بدن انسان و لباس سفید چگونه لکه میگیرد، آلوده می شود اگر ما نگهش نداریم از آلودگی ها. دلم به همین صورت سفیده، پاکه، شفافه، الا اگر مواظبت نکنیم ازش که با گناه ها و معصیت ها آلوده بشه. تا اینکه دلها به دو دسته تقسیم می شوند، به دو دل، حتی تعود القلوب قلبین، دو تا دل، قلب اسود مربادا کالکوز مجخیا لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا الا ما اشرب من هواه. یک نمونه از اون دلها، دلی سیاه می شود اونقدر بر اثر اصرار و پافشاری بر گناه، برگشت نکردن، پشیمان نشدن، توبه نکردن، دل اونقدر سیاه می شود، تاریک می شود، وارونه می شود که هرچه از خیر و خوبی در اون هست کاملا خالی می شود، مانند کوزه. کوزه وقتی که سر و تهش وارونه بکنیم، ته اون بالا قرار بدیم و دهان اون پایین، چگونه وارونه می شود، هر قطره آبی در اون کوزه باشد می ریزد و اگر شبانه روز هم بر اون کوزه وارونه باران بریزید، یک قطره وارد اون کوزه نمی شود. دلها هم به همین صورت می شود، اون قدر سیاه می شود، وارونه می شود، حق دیگه نمیپذیرد، متنفر از حق می شود که اگر شبانه روز آیات خداوندی بر او بخوانید، تلاوت بکنید، گویا نمی شنود، گوش او کر شده، دیده های او کور شده، نمی بینن حق، چون دل رو از دست داده. اون وقتی که معروف رو منکر می‌بیند و منکر رو معروف، معروف رو نمیشناسد، منکر رو نمیشناسد، حق رو از باطل تشخیص نمیدهد، مگر اونچه که هوای او و دل او بخواهد همون براش هدف هست، همون حق، همون خوبه، دیگه هیچی نمیفهمد. قال الله و قال الرسول، حلال و حرام، دین و مقدسات و قیامت و اینا دیگه براش مهم نیست. هرچه هوا، هوس، شهوات، لذت‌های فانی دنیا اقتضا بکند، همون برای او خدا و معبود و غایت و هدف است. تا اونجا انسان میرسد. پس وای به روزگار تو اگر پشیمان نشوید، خوبه که پشیمان میشوید. و قلب ابیض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والارض. اما اون دلی که مبارزه بکند با گناه، تسلیم نشود و لکه های سفید نور ایمان و محبت خدا و خشیت خدا در اون نقش ببندد، اون قدر منور می شود که تا زمین و آسمان هست، تا زنده هست، فتنه ها و مصیبت ها و زمزمه های شیاطین انس و جن و وسوسه های ابلیس به او ضرر و زیان نخواهد رسوند. پس تعجب اونجاست که اگر پشیمان نشویم. این استغفر الله ها و توبه ها و اینا همین ندامت هست، پشیمانی هست، پشیمانی دنیا و حسرت دنیاست که انسان رو نجات میدهد.
همین ندامت بعد از گناه است که روی انسان رو سفید میکند فردای قیامت. همین پشیمانی و ندامت بعد از گناه است که گناه ها رو محو میکند. و الا اگر انسان پشیمان نشود یعنی گویا معترف به گناه نیست، میخواد به خدا بگه من گناه نکردم، این اشتباه نیست. ولی اگر پشیمان شد شرمنده است، خدایا پشیمانم یعنی چه؟ یعنی من اشتباه کردم، قدمم لغزید، پشیمانم، تأسف میخورم خدایا، عفوت میخوام، گذشتت میخوام، مغفرت و رحمتت میخوام. پس اگر احساس پشیمانی میکنید خوشا به حالت که تو هنوز ایمانی در دل دارید. ما چرا، شاید سوالی باشه که حالت تکراری داشته باشه اما خب باز هم تکرار این خزایا بجاست. ما چرا باید نماز بخوانیم در حالی که خداوند غفور و رحیم است و احتیاجی هم به نماز ما ندارد؟ سوال کننده در اثناء سوال جواب خودش رو داده. اگر خوب دقت بکند میگه در حالی که خداوند غفور و رحیم است و نیازی به نماز ما ندارد چرا گفته نماز بخون؟ حالا باقی عبادت هم به همین صورت. بله خداوند غفور و رحیمه. اگر کسی قرار بر این بود که عبادت نکند، نماز و روزه و زکات و حج و حلال و حرام و گناه و ثواب در کار نباشه، خداوند به که بیامرزه؟ خداوند به چه کسی رحم بکنه؟ همین گناه ها هست که انسان پشیمان می شود و مورد لطف و مغفرت و آمرزش خداوند غفور و رحیم قرار می گیرد. ما روایتی داریم که پیامبر علیه السلام می فرمایند والذی نفسی بیده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون الله فیغفر لهم. قسم به اون کسی که جان من در قبضه اوست، قسم به الله، اگر شما فرضیه است اگر چنین چیزی در روی زمین رخ بدهد که شما خلایق و بندگان هیچ گناهی نکنید و فرشته‌وار در روی زمین زندگی بکنید، خداوند شما رو میبرد، خلایقی رو جایگزین شما میکند که گناه بکنن، طلب مغفرت بکنن و خداوند غفور و رحیم اونها رو بیامرزد. این حکمت خداوندی بوده. اما ما نمیتوانیم خدا رو زیر سوال ببریم که چرا این چنین چیزی باشه. این ملک خداونده. ولی خداوند این نمازها و طاعتها نهاده که کسانی قدمشون لغزید بی نماز شدن به خود بیان، دست رو بلند بکنن و خداوند هم اونها رو بیامرزد. بعد از اون اینو بدونیم که خداوند به هیچ عنوان نیازی به طاعت و بندگی هیچ خلقی از خلق خودش و بندگان خودش نداره. اگر قرار نیاز بود خداوند مخلوقاتی دارد که به مراتب خیلی از ما پاکترن، بیگناهن، فرشتگان خدا، لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. اونا کسانی هستند که یک سر مو هم تخطی نمی کنند، یا در رکوعن یا در سجودن یا در قیامن تسبیح گوی خدا هستند. و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. فرشتگان اعلان کردن اوامری که خدا بهشون میدهد هر جا و فوراً اطاعت میکنن. اگر قرار نیاز بود خدا اونها رو میگرفت، دیگه نیازی به من و تو نبود. اما خداوندی که خلایق رو از عدم، از نیستی، این همه مخلوقات با تنوع اون، فرشتگان، انسان‌ها، جنیان، حیوانات، جمادات و نباتات و اون چی که خداوند خلقت کرده از عدم و از نیست، مگر میشود یک نفری که نیازمند به چیزی باشد بتواند این همه عزائم و عجائب و غرایب رو از نیست و عدم به وجود بیاورد؟ که کمکش کرد؟ کسی نبود که کمکش بکند. اما چرا فرشتگان با یک عالمی دیگر، با طبیعتی دیگر، انس و جن با طبیعتی دیگر، حیوانات با طبیعتی دیگر، هر عالمی امتیازات و مزیت و خصوصیات خودش به اون داده که داده خداوند. اما اینو بدونیم که در این هستی و در این وجود تنها یک اراده حاکم است و اون اراده خاص خداوندی است. خدا خواسته که انسان ها اینطوری باشند. حالا چه دل انسان بخواد چه نخواد، چه انسان بپذیرد یا نپذیرد، مهم اینه که ما الان هستیم در روی زمین، زنده ایم. خداوند ما رو خلقت کرده، ما هستیم که به خداوند نیازمندیم. ما به این نمازمون نیازمندیم در دنیا قبل از آخرت. همین نمازها قبل از این که ما به نتایج اون در فردای قیامت برسیم، در دنیا به نمازها و روزه ها نیازمندیم. در همین رابطه خداوند میفرمایند به عنوان مثال در رابطه با حج: و من کفر فان الله غنی عن العالمین. بعد از اینکه احکام حج خداوند بیان میکنن که به حج برید، خداوند میفرمایند کسی که کفر بیاورد، حج نرود و نپذیرد، خداوند از جهانیان بی نیاز است، نیازی به حج ندارد. ما نیازمندیم.
اون انسان‌های مؤمن نیازمندن. در رابطه با انفاق و بذل و بخشش خدا این همه تقاضا کرده که ای مؤمن صدقه بکن، بذل و بخشش بکن، نه اینکه خدا نیازمند من و تو باشه. خداوند اگر تمام انس و جن از آغاز تا انجام جمع بشوند در روی یک سرزمینی، هر چیزی که انسان‌ها و جنیان بخواهند و به اونها بدهد، سر سوزنی اگر در اقیانوس و دریا ببری چه کم میکنه از دریا؟ از ملک خدا هیچ کم نمیشه. پس خداوند محتاج کسی نیست. در رابطه با انفاق خداوند میفرمایند و من یبخل فانما یبخل عن نفسه والله الغنی و انتم الفقراء. کسی که بخل بورزد، بخل ضرر و زیان اون به خود انسانه. اگر بخل بورزیم، صدقه نکنیم، بذل و بخشش نکنیم، نتیجه بخل به خودمون برمیگرده. و الا خداوند بی‌نیازه، بلکه شما هستید انسان‌ها که فقیرید. در رابطه با مجاهدت، جهاد کردن، شاید بعضیا بگن که چگونه خداوند دعوت کرده که مؤمنین دین من، قرآن من، آیین من، پیغمبران من رو نصرت بدید، پس خدا نیازمند نصرت ما هست؟ حاشا و کلا. خداوند میفرمایند و من جاهد فانما یجاهد لنفسه ان الله لغنی عن العالمین. کسی که مجاهدت بکند، مجاهدتش و جهادش به نفع خودشه. خداوند از جهانیان بی‌نیاز است. زیرا اگر ما جهاد بکنیم، حفظ دین حفظ خودمون هست. پس نمازی که ما میخونیم خود ما به اون نیازمندیم. چرا؟ زیرا بشریت، طبیعت انسان، اونچه که تجربه در طول تاریخ بشریت به اثبات رسونده، تجربه تاریخی، که اگر انسان طاعت که مظهر بندگی است کنار بگذارد، احساس غنا و بی‌نیازی میکند. اینو بدونیم. نمازها و همه طاعت و بندگی ها که پرستش الله هست به ما درس میدهد که تو ای انسان حقیرید، کوچکید، عاجزید، نیازمندید. کسی دیگه هست که نیروی او و قدرت او بالاتر است و تو به اون نیازمندید. اون وقت است که انسان مهار میشود. و الا اگر دست از طاعت و بندگی برداشت، اون وقت است که احساس غرور میکند که بله من بی‌نیازم. و فرعونیت در درون انسان زنده می شود و مثل فرعون ادعای خدایی می کند و بر مسند الوهیت پا می گذارد، مثل فرعون و فرعونهای طول تاریخ که بودن و هستند. در اثر نبودن نمازه. وقتی که در برابر معبود به حق خودشون رو تسلیم نکردن، کرنش و تواضع و سجده و خضوع رو نشون ندادن، احساس می کنند که خودشون خدااند. اون جایی که سخن از دیکتاتوری و استبدادی هست، نشانه چیست؟ فرد گویا ادعای خدایی می کند که انسانها رو به استحمار و استثمار میکشاند و بر گرده انسانهای مظلوم سوار میشود و از خون اونها میمکد. در نتیجه چه است که نماز نمیکنه. اون جرم و جنایت هایی که در طول تاریخ صورت گرفته و در همین قرنی که انسان سنگ تمدن و ترقی بر سینه میزند، چه جنایت های هولناکی که صورت نمیگیرد. در اثر چیه؟ که در برابر معبود به حق تسلیم نمیشود و اون انسانی که در برابر خدا سر به سجدگاه میگذارد و گریه میکند در خلوت و تنهایی، حاشا و کلا که دست به چنین جرم و جنایت ها بزند، در کوچه رد می شود. به ناموس یک مؤمن و مسلمانی به گوشه چشم خودش نگاه نمی کند، کجا برسد که دست رو دراز بکند؟ پس ما نیازمندیم. کلا ان الانسان لیطغی ان رآه استغنا. این طبیعت انسان است. هرگاه احساس کرد که او بی‌نیاز است، باد غرور انسان رو گرفت، سر به طغیان میزند، هیچی رو نمیشناسد، خودش رو بالاتر از حق و قانون و اخلاق همه چیز میبیند. ما نیازمندیم. اما چرا خداوند انسان رو این گونه خلقت کرده که نیازمند باشد؟ اینو بدونیم که خداوند هستی رو به وجود آورده، همه چیز رو خلقت کرده. گفتیم که با اراده یکتایی خودش، کسی شریک در کار خدا نبوده و هیچ احدی هم نمیتواند خدا رو زیر سوال ببرد که چرا من نیازمند به خدا باشم، چرا خداوند این نیازمندی ها و احتیاج ها رو بگذارد. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. تنها کسی که مسئول نیست در برابر افعال و اعمالش الله. لا یسأل عما یفعل. چرا خدا کرده؟ نه، این کار من و تو نیست. ما این که مسئولیم در برابر اعمالمون. و الا اگر میخواهید در برابر خداوند بایستید، از همون ابتدا بایست و به وجود نیا. حالا که به وجود اومدید، روی زمین هستید، باید زندگی بکنید، باید بار مسافرت رو برای دیار دیگر ببندید. چقدر خوبه که انسان برای اون فردا هم پروایی داشته باشه، با سرنوشت خودش بازی نکند.
دنبال زمزمه ها و وسوسه های ابلیس نرود که خدا نیاز ندارد من چرا نماز بخونم. این بازی با سرنوشته، خداوند این رو مقرر کرده، تو از خدا بهتر میدونی. درسته که خدا نیاز نداره، اما خدا گفته باید بخونید. حتی اگر انسان مومن حکمت امر خدا درک نکند، اما برای انسان مومن همون بسه که تسلیم امر خدا بشود. سوالاتی هست، البته بنده جواب به این سوالات نمیدم به دو جهت. سوالاتی است در رابطه با قضا و قدر، مسئله جبر و اختیار. به دو جهت جواب این سوالات داده نمیشه. یکی این که سال قبل بحث‌هایی شد در این زمینه. جهت دوم اینه که خب در این جمع خواهرها، برادرها همه هستن، از بزرگ و کوچک. مسائل قضا و قدر شاید بازتاب منفی هم داشته باشه در یک جمع مطرح کردن. اینی که نیاز هست به صورت انفرادی خود سوال کننده مراجعه بکنه. اگر مشکلی هست در رابطه با قضا و قدر مراجعه بکنه تا جواب خودش به صورت شفاهی روبرو بشنوه، چون در یک چنین جمعی مطرح کردن شاید نتایج منفی هم به بار بیاره. پس به مسائلی که در رابطه با قضا و قدر مطرح شده به صورت مکرر پاسخ داده نخواهد شد. سوال بازم اگر معکوس میشد بهتر می بود. بنده سوال میخونم: چرا یک جوان غربی اروپایی، اون جوانی که در اون کشورهای غرب و پیشرفته و مترقی زندگی میکند که تمام خوشیهای دنیا در اختیارش هست، باز هم وقتی به مشکلی میرسد احساس ناراحتی میکند، دلتنگ میشود، شاید هم یه وقتی دست به خودکشی هم بزنه؟ منظور این که در برابر این همه خوشی ناراحتی و مشکل معنا ندارد. اینجا جای سوال نیست، جای تعجب نیست. اگر یک جوان، خواه دختر باشد یا پسر، در اون کشورهای غربی که حد و مرزی برای شهوات و شهوت رانی های اونها نیست، هرچه دلشون بخواد میتونن تمتع و تلذذ بجوین، اگر یه وقتی در برابر یه مشکلی گرفتار بیان، دلتنگ و ناراحت و گرفته بشن، اعصابشون خورد بشه، شاید دست به خودکشی بزنن، این جای تعجب نیست. جای تعجب اونجاست که یک انسان مومن در برابر یک مشکل عقب نشینی بکند و خدایی نکرده دست به خودکشی بزند. اون جای تعجب و جای سوال است. وقتی که دنیا بهشت یک کافر است، خب چیزی دیگه غیر از این که انتظار نداریم. الدنیا جنت الکافر و سجن المؤمن. دنیا بهشت کافر است و زندان مؤمن. پس در یک بهشت که به خیال خودشون بهشته، در بهشت اگر انسان با مشکل برخورد کرد، اونجا هست که انسان نمیتونه تحمل بکنه. بهشته، ناراحتی، مشکل، تلخی نه. اما در زندان وقتی انسان در گوشه زندان انداختن، دور از انتظار انسان نیست. در کنج زندان همه چیز میبیند، تازیانه، شلاق، توهین، آزار، اذیت‌ها، همه چیز میبینه، اما صبر میکنه. چرا؟ چون خونه خودش نیست، قصر که نیست، در قصرش نیاوردن، در زندان. انسان مومن در گوشه زندان است. این دنیا با مقایسه کردن بهشتی که فردای قیامت برای او در نظر گرفته شده. پس اگر یک مؤمن صبر و تحمل نکند در برابر مشکلات، این جای سوال است. لذا رسول الله میفرمایند علیه الصلاه و السلام: عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خیر وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له و ان اصابته ضراء صبر فکان خیرا له. این طبیعت مؤمنه که تمام زندگی برای انسان مؤمن به نفعشه. این مخصوص مؤمنه. آدم کافر این خصوصیت نداره. اگر خوشی به انسان مؤمن دست بدهد، شکر منعم میکند، الحمدلله هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. در صدد شکر بر بیاد، سر به طغیان و تمرد نمیزند، دست به عیاشی، شیطنت، فرعونیت نمیزند، و اگر بلا و مصیبت بر سرش اومد صبر میکند. تقدیر خداست. نه عقده‌ای می شود، نه اعصابش خرد می شود، نه هم دست به خودکشی می زند. این جای تعجب در اصل نیست که ما سوال بکنیم که چرا مؤمن این کار بکنه. چون مؤمن به خداست، میدونه که این دنیا زود گذره، زندان هست و بهشت عظیم ابدی خداوند براش مهیا کرده. به امید اون بهشت میتازد و میرود و بار سفر میبندد.
اما عکس قضیه یک جوانی که نوشته در اون کشورهای که به اصطلاح هر گونه شهوات و لذت ها میتونه انجام بده و تلذذ ببره از اون، اگر با مشکل برخورد کرد چرا ناراحت میشه؟ خب مشخصه، چون همه چیز در این دنیا میبیند. بهشت و دوزخ کافر همینجاست، خوشی ها رو بهشت میداند، بلاها رو جهنم و دوزخ میبینه. هرگاه در مشکلی افتاد، در بلا و مصیبت و تلخی افتاد، گویا دوزخ برای نجات از دوزخ دست به خودکشی میزند. خب بهشت و دوزخ دیگری در مد نظر یک کافر نیست. اینه که خود این سوال بجاست، خیلی هم خوبه، گوشزدی است تا همه ما بالاخص جوانان ما بدانند این یک شاهد و سند زنده است، یک گواه و برهان قاطعی است بر این آیه که الا بذکر الله تطمئن القلوب، که اگر جوان غرق در لذات ها و شهوت هاست، هر چی دلش میخواد، اما باز هم ناراحتی، غم، دلتنگی، اینه که انسان تنها لذت و شادی و انس عظیم و همیشگی در سایه و پرتو ذکر خدا و یاد خدا به دست می آورد. چرا بندگان خدا همه لذت ها و اونچه که در دنیا داشتن و دارن به خاطر خدای خودشون از دست میدن، قربانی میکنن؟ چرا مال و جان و زمان و زمین و هر چی دارن تقدیم میکنن به خاطر خدای خودشون با کمال لذت و شادی؟ زیرا در جوار حق با اون سجده هاشون، با پناه بردن به خدایشون چنان انسی با خدا گرفتن که همه چیز براشون تلخه جز آنچه که خدایی و اللهی باشد. انسان هرچی از خدا فاصله بگیرد، لذت های دنیا نمیتواند درد انسان و مشکل انسان را علاج بکند. انسان تنها این جسم نیست، تنها این جسم خاکی نیست که فقط با لذت ها و شهوت ها و عیاشی ها اشباع بشود و انسان لذت ببرد. روحی دارد، روح انسان در عالم دیگر پرواز می کند، عالم ملکوتی. باید با خدا انس بگیرد و تنها غذای روحی انسان ذکر خدا و یاد خدا و توکل بر خدا و پناه جستن به خدا و ایمان به الله است که انسان راحت آنچه که دارد، عزیزترین چیز رو تقدیم می کند به خاطر خدا و همه تلخی ها با کمال لذت و شادی میپذیرد، زیرا لذتی در درون دارد که بزرگان، اونهایی که واقعا در جوار حق انس گرفته بودند، میگفتن اگر پادشاهان و اونهایی که دنبال لذت‌های دنیوی هستند میدونستن که در سینه ما چه شور و شوق و هیجانی است، چه لذتی ما میبریم در اون نیمه شب‌هایی که با خدایمون مناجات میکنیم، در اون لحظاتی که سر به سجدهگاه میگذاریم و اشک خوف و خشیت و شادی و محبت خدا رو میریزیم، اگر میدانستن که چه در سینه ما هست، ما رو میکشتن من باب حقد و حسد که اونها اون لذت نداشتن. در قرآن کریم میخوانیم که خداوند میفرمایند ما آبی پاک را از آسمان فرو فرستادیم. حالا سوالش کجاست؟ در حالی که خداوند هیچ شریکی ندارد. خداوند میگه ما آب فرستادیم، ما. یعنی منظورش اینه که خداوند به جای ما بگه من، چون یکیست. در خیلی از موارد کلمه ما از طرف خداوند استفاده شده. انا نحن نزلنا الذکر انا انزلناه فی لیلة القدر، ما نازل کردیم قرآن. حتی در اصطلاحاتی که خود انسان‌ها استفاده می‌کنن، خیلی از ما هستیم که میگیم ما، یه نفره اما میگه ما. منظورش اینه که خودش رو معظم بکند، بزرگ بکند. و بعد از اون خداوند وقتی که میفرمایند ما این کار کردیم، اینو بدونیم که در ملکوت خداوندی طبق حکمت و اراده و مشیت خود خداوند اون چه که صورت میگیرد به امر، اجازه، مشیت و خواست و اراده یکتای خداوند است. اما خداوند خواسته که این امورات توسط فرشتگان خدا صورت بگیرد. بادی که میوزد، بارانی که نازل میشود، قرآنی که نازل شده، حرکاتی که صورت میگیرد، تمام اون چه که در زمین آسمان انجام میگیرد به اراده و مشیت خداست. اما فرشتگان خدا موکلن از جانب خداوند. خداوند وقتی میگه ما بارون رو نازل کردیم، ما نازل کردیم، فؤادك ورتلناه ترتیلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. از گناه و ثواب ایمان داشتن به ارکان دین، اینا جزو ایمان است. ضد اون می شود کفر، این رد کردن و نپذیرفتن می شود کفر. ما دو نوع کفر داریم، کفر عقیده یا اعتقاد و کفر عمل، یا بهتر بگیم کفر اصغر و کفر اکبر. کفر اکبر همون کفر عقیده هست و کفر اصغر همون کفر عمل است. فرق میان این دو چیز، کفر عقیده کفری است که اگر در انسان باشد انسان رو از ملت، یعنی از دین مبین اسلام خارج می کند و اگر با اون کفر از دنیا برود برای همیشه در دوزخ و جهنم خواهد موند. این کفر عقیده است. به چه صورت؟ اگر کسی به صورت کلی به کل اونچه که در دین هست کفر بورزد، رد بکند، نپذیرد، یا به قسمتی یا به جزئی یا به یکی از اونها. عقیده داشته باشه که خدا هست اما عقیده به قیامت نداشته باشه، این کفر عقیده هست. یعنی اون ایمان او به خداوند به وی نفعی نخواهد داد به تنهایی. ایمان به خدا و قیامت دارد، میپذیرد، اما ایمان ندارد که فرشتگانی هستند. این کفر به فرشتگان کفر عقیده هست که اگر انسان با این کفر از دنیا برود همیشه و به صورت خالد و جاوید در جهنم خواهد موند. ایمان به همه ارکان ایمان دارد اما نمیپذیرد فرضیت نماز یا زکات یا حج. میگه که به همه واجبات و فرائض ایمان دارد، تنها حج نمیپذیرد، رد میکنه، میگه حج جزو عبادات پذیرفته نمیشه. این کفر عقیده است، یعنی اعتقاد او اعتقاد کفری است. پس چه به صورت کلی تمام دین رو رد بکند یا یکی از اونها رو نپذیرد، این کفر اعتقاد است، کفر باور که شخص جزو کفار محشور خواهد شد. باید به همه اونچه که در دین اومده از امور غیب، از مسائل و ارکان ایمانی، از فرایض و عبادات، اونچه که خداوند حرام کرده، مشروب و دزدی و زنا و ربا، اینا خدا تحریم کرده. اگر یه نفر بیاد بگه در این دوره زمانه دیگه تحریم زنا یا ربا مطرح نیست، این کفر عقیده است، انسان رو از دین خارج خواهد کرد. نمونه دیگر یا قسمت دیگر کفر عمل. کفر عمل انسان رو از دین و ملت خارج نمی کند. هر انسانی که مرتکب گناه کبیره بزرگ، گناههای بزرگ بشود، کفر عمل درش هست. کسی که زنا می کند، مشروب می خورد، دزدی کرده، قتلی صورت می گیرد توسط او، روزه خوری می کند در ماه رمضان، اینها گناه های کبیره و بزرگ هستند، به عنوان کفر عمل تلقی شدن، زیرا در اصل اینها کارهایی است که کفار انجام میدن. یک کافری که به خدا ایمان ندارد زنا میکند در اصل، چون ترس از خدا نداره، مشروب میخورد، دزدی میکند، نماز نمیخونه، روزه نمیگیره. پس یه مؤمن و مسلمانی که ایمان به خدا و قیامت، ایمان به فرضیت نماز و زکات و روزه و حج دارد اما انجام نمیدهد، کفر عمل هست. در عمل، در ظاهر امر مثل کفار داره عمل میکنه که اگر اصرار بر این بورزد بر راه خودش میفته در کفر عقیده. کسی که اصرار بکنه بر این همه گناه ها و برنگردد نهایتا سرازیر کفر عقیده میشه. همونطوری که نفاق هم ما دو نوع داریم، نفاق عقیده داریم و نفاق عمل، یا نفاق اکبر و نفاق اصغر. نفاق عقیده اینه که انسان در عقیده اش تظاهر بکنه، در دل او و در ذهن او ایمان به خدا و قیامت و مقدسات و پیغمبر نداره، باور نداره اصلا، اما تظاهر میکند که او یه مؤمن هست، مسلمان هست، نماز میخونه. این کفر، این نفاق عقیده هست. به ظاهر مسلمان اما در باطن نه ایمان دارد و نه باور. این نفاق اکبر است که ان المنافقین فی الدرک الاسفل مال اونهاست. برخی نفاق ها هستند که نفاق کوچک مطرح است در برابر نفاق اکبر و نفاق عمل خونده شده. مسلمان همه چیز باور داره، دروغ میگه، این درش نفاق هست، اما نفاق عمله، عملش یک عمل منافقینه. خیانت میکند، وفای به عهد نمیکند، غش و غدر میکند،
اینا جزو نفاق عمل مطرح میشه که اگر انسان کفر عمل و نفاق عمل رها نکند و ترک نکند، اینه که منجر میشه انسان میرسه به نفاق اکبر، خود به خود دیگه رشد میکند در انسان. به همین جهت پیامبر فرمودن علیه الصلوة و السلام کسی که 4 خصلت درش باشه او دیگه منافقه. دروغ گفتن و خیانت کردن و وفا به عهد نکردن و پایبند به تعهدات نبودن و در هنگام منازعه و خصومت فسق و فجور به کار بردن. یعنی اگر کسی مواظبت بر کفر عمل و نفاق عمل بکنه، منجر میشه به اینکه اعتقادات او و باورهای او هم متزلزل بشه. آیه قرآنی است از سوره یاسین: انا نحن نحیی الموتى و نکتب ما قدموا و آثارهم و کل شیء احصیناه فی امام مبین. منظور از امام مبین چیست؟ و کل شیء احصیناه فی امام مبین. امام مبین چیست؟ ترجمه آیه: خداوند می‌فرمایند که ما مردگان رو زنده می‌کنیم، یعنی در فردای قیامت، و ما هستیم خداوند می‌فرمایند که می‌نویسیم آنچه که انسان‌ها از پیش فرستاده اند و آثاری که از بعد از خودشون به جا می‌گذارند، ما همه اینها رو می‌نویسیم. و کل شیء احصیناه فی امام مبین. ما همه چیز رو در امام مبین، در کتابی بسیار واضح و روشن شمارش کرده ایم. مقدار و تعداد و اندازه همه چیز رو در کتاب بسیار واضح نوشته ایم. قبل از اینکه به امام مبین بپردازیم، در رابطه با این آیه نکات بسیار جالبی هست. خداوند می‌فرمایند که ما مردگان رو در فردای قیامت زنده می‌کنیم، خلایق که مردن، و آنچه که خلایق امروز می‌فرستن برای فردای قیامت خودشون ما همه می‌نویسیم. الان تک تک ما که اینجا نشستیم، هر کس به اندازه‌ای که عمر کرده، 20 سال، 30 سال، 50 سال، 60 سال، این مدت عمری که از ما گذشته و سپری شده، هر کاری که انجام داده ایم همه خداوند نوشته. ما سعی و تلاشمون برای آینده هست، فرستاده ایم. هر چی فرستاده ایم از خوب و بد خداوند اون رو نوشته. و آثارهم، و اون چی که از دنبالمون رها بکنیم، اون چی که بعد از مرگ ما بماند، انسان‌هایی هستند که قرن‌های قرن مرده اند و دفن شده اند، اما فرشتگان خداوند و کرام الکاتبین ثواب‌ها و اجرها و مزدها برای اون بنده خدایی که مرده سالها می‌نویسند. چرا؟ چون سبب خیری شده به هر نحوی. این مساجدی که ما داریم نماز می‌خونیم توش، خیلی از بانیان اونها کسانی بودند که سال‌های سال این مسجد رو بنا کردن و رفتن. ما داریم نماز می‌خونیم، ثواب اون بانی‌ها میرسد. مدارس، بیمارستان، راه‌ها، آب‌انبارها، کتاب‌ها نوشته‌اند. شاگردانی دارن، معلم قرآن بودن، معلم دین بودن، دین و دنیا به بچه‌ها یاد دادن، به مردم یاد دادن، حالا خودشون رفتن. افراد دارن عمل میکنن به اون چه که آموخته‌اند، اجر و ثواب برای آنها میمونه، آثارشون هست، مونده به جا. عکس قضیه هم هست. کسانی هستن که از دنیا رفته‌اند با همه اون خشم و غضب و لعنت و نفرینی که خودشون با خودشون بردن، در این دنیا کسانی هستن عملی انجام میدن، گناهی میکنن، افرادی در همون قبر مورد لعنت و نفرین و خشم خدا قرار میگیرن. اون بنده خدا سالهای سال مرده، کسانی که زنده ان. چرا؟ چون سبب فسق و فجور و تباهی و گمراهی خیلی از افراد شده، باعث شده که یک سنت و رسم بسیار بد و زشتی در جامعه پایه‌گذاری بکنه. اینه که پیامبر می‌فرمایند علیه الصلاة و السلام: من سن فی الاسلام سنتا حسنه فله اجرها و اجر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا و من سن فی الاسلام سنتا سیئه فعليه وزرها و وزر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص من اوزارهم شیئا. هر کسی که سنت و روش حسنه و نیکی در جامعه اسلامی پیاده بکند که بعد از او اون سنت، اون راه و روش احیا بشود، زنده بشود، کسانی بیایند به اون عمل بکنن، اجر و ثواب گیر اون بانی و پایه گذار اون سنت هم میاد، بدون اینکه از سنت و از ثواب اونها کم بشود. در رابطه با این سخنان گوهربار پیامبر علیه الصلاة و السلام،
شأنی هست و داستانی هست. گروهی از فقرا وارد مدینه شدند که اثر فقر و تنگدستی بر چهره اونها و بر لباسهای اونها نمایان بود که چهره پیامبر علیه السلام از درد و غم متغیر شد. وقتی این چهره‌های فقرا و مساکین رو دید، فرمودند که به اینها کمک بکنید. دعوت به صدقه کردند. افراد نشسته بودند. ناگهان یکی از انصار بلند شد، رفت از صدقات خودش آورد تقدیم پیامبر کرد علیه السلام. همین که اون انصاری این کارو کرد، همه شروع کردن به تبعیت از اون انصاری. پیامبر اینو فرمودن حالا اگر همه برن ثواب گیرشون میاد، اما گیر اون نفر اول هم میاد، ثواب همه. پس اگر در یک جامعه یک روش خوبی انسان پایه‌گذاری بکند، به اون افتخار بکند و مواظب این باشیم که رسم بد و سنت و شیوه بد که تحریف کننده و گمراه کننده باشه در جامعه پایه‌گذاری نکنیم. انسان یه وقتی خودش گناه میکند، خب بین خودش و خداشه. یه وقتی سبب گناه و انحراف دیگران میشود، حالا گناه خودش که دارد، گناه دیگران هم برگردن او هست. و کسی که سنت بدی در جامعه پایه‌گذاری بکنه به همون صورت سالهای سال مرده، به همون صورت مونده. ما امروز در دنیای امروز نمونه هایی داریم. آتاتورک ها سالهای سال مرده اند و مورد لعنت و نفرین خدا قرار گرفتند. الان هنوز آثار کفر اونها مونده در ترکیه. تمام دولت مردان و کفر پیشگانی که بیان و راهش رو در پیش بگیرن، اونها که به سزای کفر خودشون میرسن، لعنت و نفرین هم شامل اون آتاتورک الملعون خواهد شد. و به همین صورت هلم مجرا. همچنین آثار بر اون آثاری است که انسان از دنبال خودش به گونه دیگه به جا بگذارد. زمانی بود یک محله‌ای به نام محله بنی سلمه در مدینه منوره، محلهشون تا مسجد پیغمبر خدا علیه السلام فاصله زیادی داشت. یک محوطه خالی گیر آوردن، فضای خالی بود. تصمیم گرفتن بنو سلمه، اون قبیله یا اون محله، که بیان در جوار و نزدیکی مسجد پیامبر علیه السلام اونجا سکنا بگیرن. چرا؟ چون به مسجد نزدیکن. وقتی پیامبر علیه السلام مطلع شدن، فرمودن یا بنی سلمه دیارکم تکتب آثارکم دیارکم تکتب آثارکم. ای بنی سلمه، بمونید در محله خودتون، بذار که فاصله زیاد است، بذار که محله شما دور است، اما بدانید گام‌های شما، قدم‌هایی که بعد از خودتون به جا می‌گذارید، قدم به قدم خداوند می‌نویسد. اجر و ثواب دارید، همونجا بمونید. موندن همونجا. پس اون چه که انسان در راه خدا قدم برمی‌دارد، آثاری از خود به جا می‌گذارد، اون آثارها و قدم‌ها نوشته می‌شود. همونطوری که در راه فسق و فجور و گناه و معصیت و افساد افراد، به همین صورت اگر کسی در راه به گمراهی کشوندن افراد قدم بردارد، همون گام‌های او نوشته می‌شود در راه گمراهی، ضلالت و افساد. اما امام مبین چیست؟ امام مبین در رأی راجح و مقدمتر، چون دو تا رأی و نظریه برای مفسرین هست. برخی از مفسرین بر اینند که امام مبین لوح محفوظ است، یعنی ما همه چیز رو در لوح محفوظ نوشته ایم. و نظریه دیگه که برخی از مفسرین اون رو مقدم شمرده اند و ترجیح داده اند، امام مبین نامه اعمال هر انسان است. یعنی ما اون چه که می نویسیم از اعمالی که انسان‌ها می‌فرستند برای فردای قیامت، اون چه که بعد از خودشون به جا می‌گذارند، در امام مبین در یک نامه بسیار واضح که جای ابهام نیست، خط خوردگی نداره. همین که روز قیامت تحویل انسان دادن، کاملا انسان میتونه بخونه. به همین جهت اونهایی که نامه به دست راست میگیرن صدا میزنن که ها او مقرأ و کتابیه، همه میتونن بخونن، اهل محشر بیاد بخونید. اما وقتی که به دست چپ میگیرد، یا لیتنی لم اوت کتابیه، ای کاش این نامه اعمال به من داده نمیشد، چون میدونه که چه نوشته، واضحه. پس امام مبین کتاب بسیار واضح، روشنگر، ریز و درشت، بزرگ و کوچک، اون چه که در خلوت‌ها و نهان‌ها و در اسراری که انسان داشته، اون چه که در سینه تو بوده، همه خداوند روی برگه آورده و نوشته. پس امام مبین نامه اعمال است و در برخی از نظرات مفسرین لوح محفوظ است. در سوره نبأ اما یتساءلون آمده و کل شیء احصیناه کتابا، و کل شیء احصیناه کتابا. اینجا
باز هم اشاره به نامه اعمال است، اما کتابات تأکیده و کل شیء احصیناه کتابا، چون در رابطه با کفار قبل از این آیه صحبت می شود و از جرم و جنایت های اونها خداوند میفرمایند که ما تمام جزئیات کار کفار به صورت ثبت شده و ضبط شده شمارش کرده ایم. احصینا یعنی شمارش کرده ایم، 1 2 3 100 میلیون هر قدر که انسان کار کرده. کارهای خیر و بد انسان شمارش شده هست، دقیق. اولین نکته‌ای که اولین لحظه‌ای که انسان به سن تکلیف میرسد کار بدی رو انجام میدید، 1 گناه در فلان ساعت، در فلان زمان، در فلان قسمت از زمین نوشته. گناه 2 ردیف شده، شمارش شده. احصینا از شمارش کردن هست. کتابا یعنی نوشته شده، در حالی ما شمارش کرده ایم که ضبط شده. خداوند نیاز به این شمارش ها و ضبط کردنی ها نداره، خداوند فراموش نمی کند، اما حکمت خدا بر این بوده که نوشته شود و نوشته می شود. آیه 33 از سوره رحمان: یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. ترجمه آیه: ای گروه های جنیان و انسان ها، یعنی ای جنیان و انسان ها، اگر می توانید از کناره ها و نواحی زمین و آسمان پا فراتر بگذارید و بیرون بروید، بروید. نمی توانید مگر با یک قدرت و نیروی فوق العاده عظیم که اون هم برای شما امکان پذیر نیست. تمام مفسرین سلف، یعنی گذشته، نظرشون بر این است که این آیه در رابطه با صحنه قیامت است. در میدان محشر وقتی خلایق جمع می شوند در سرزمین محشر، بر اثر وحشت و رعب و ترس و خطراتی که متوجه کفار هست، دنبال راه و چاره‌ای می‌افتند که فرار بکنند و از چنگال عدالت حق بگریزند. دنبال چاره در همین دنیا انسان اگر در مشکلی بیفته دنبال فرار و گریز است. یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر. انسان در اون روز میگوید که راه برای گریز هست، کدام راه باید بریم؟ کلا لا وزر، هیچ پناهگاه و ملجئی در فردای قیامت نیست. الی ربک یومئذ المستقر، قرارگاه و استقرار همه خلایق پیش پروردگاره و کسی نمیتواند از توان و قدرت خداوند پا فراتر بگذارد و بیرون برود. اینه که قرآن میگه ای انسان ها و جنیان، اگر میتوانی در میدان محشر از اون کناره های آسمان و زمین پا فراتر بگذارید و از گوشه و کنار بروید. اگر میتونید، نمیتوانید مگر با یک نیرو و قدرتی که اون قدرت از قدرت خدا بالاتر باشه که این هم مقدور نیست. تمام فرشتگان گوشه و کنار زمین و آسمان در میدان محشر گرفته‌اند و الملک علی ارجائها و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه. گوشه و کنار اون پر از فرشتگان خداست که اگر کسی هم فرار بکند راحت اونو میگیرن و به اون جایگاهش که دوزخ و جهنم باشه سرازیرش خواهند کرد. اما نظریه برخی از مفسرین معاصر، یعنی کسانی که در این عصرها و قرنها قرآن رو تفسیر کردن، نظری دیگر دارن. میگن که این آیه در رابطه با دنیاست و نه آخرت، گرچه اون آیه به اون نظری که مفسرین سلف دارن مقدمتر است، چون آیه قبل از این باز هم در رابطه با قیامت سنفرغ لکم ایها الثقلان، ما فردای قیامت کاملا به حساب شما میرسیم. بعد از اون این آیه میاد، آیه در رابطه با قیامت است. اما برخی این نظر دارن، حالا نظرشون میگیم، گرچه نظر راجح و مقدم همون نظر اولی است. میگن که این آیه در رابطه با سفرهای فضایی است که بشریت به کرات دیگر میرود. قرآن میگه که اگر میتوانید از گوشه و کنار این زمین و آسمان بروید بالا، بروید. نمیتوانید مگر با سلطان، مگر با یک نیرو و قدرت بسیار عظیم، یعنی تا این که انسان اون مرکبها و اون وسایل عظیم نداشته باشه نمیتونه بره. و باز هم تأکید میکنن، میگن که بشریت امروز در جستجوی سفرهای بسیار عظیم و دور و دراز فضایی است، زیرا محققین و باحثین در زمینه فضایی و فضانوردی بر اینند که در اعماق آسمان ها اصواتی هست، صداهایی هست
که این صداها نامعلوم و نامعلوم و مبهم است، خودشون به این نتیجه رسیدن که وقتی این صداها و اصوات معلوم می شود که حتی ما از مجموعه شمسی هم پا فراتر بگذاریم، این یه چیز فرضی است. پس برخی از مفسرین بر اینند که منظور از این آیه قضیه فضانوردی است، اما رأی راجح اون اینه که در رابطه با قیامت است. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند میپذیرند.